از 10 نفر صاحبکاران و شرکت‌ها که از فوند دستگیری صاحبکاری تاجیکستان مبلغ قرض گرفته بودند، 3 نفر فوند را فریب داده پول‌ها را غیر مقصدناک استفاده کردند. قرضگیرندگان با وعده بنیاد کارخانه و ایجاد جایهای نوی کاری از فوند دستگیری صاحبکاری تاجیکستان قرض امتیازدار دریافت کرده مبلغ را به صلاح دید خود صرف کردند. در یک محاکمه پارلمانی که روز 23 نوامبر صورت گرفت، عبدالسلام قربانیان وزیر مالیه تاجیکستان گفت 60% قرض‌هایی که فوند به صاحبکاران داده است سری وقت بازپس نگشتند. هرچند به گفته وزیر مالیه قرض‌های این فوند امتیازدار هستند و بهره سالانه‌شان همگی 12%. در ادامه وزیر گفته است برخی صاحبکاران مبلغ‌های این فوند را دریافت کرده عموماً طبق مقصد معین شده استفاده نکردند. برای مثال قربانیان از 10 قرضی که امسال فوند به صاحبکاران داده است گفته است 3 تاش غیر مقصدناک استفاده شدند. به این خاطر قربانیان که عضو شورای ناظران این فوند است به مسئولان دستور داده است که موافق مقصد استفاده شدن همه مبلغ‌های قبلا داده شده را سنجیده بعداً گزارش بدهند. فوند دستگیری صاحبکاری در تاجیکستان هر سال به صاحبکاران و شرکت‌هایی که با لایحه‌های مشخص مراجعت می‌کنند قرض‌های امتیازدار جدا می‌کند. این فوند هر سال از 100 تا 120 میلیون سومانی به شرکت و یا صاحبکارانی که نیت ساختمانی کارخانه را دارند پول قرض می‌دهد. قرض گیرندگان به نوبه خود عهده دارند در مدت 2 سال قرض را با فایزهایش برگردانیده مبلغ را موافق مقصد یعنی در بنیاد کارخانه خرج کنند. سعدی شادمانوف یک مسئول فوند دستگیری صاحبکاری در تاجیکستان روز 24 اکتبر در صحبت با رادیو آزادی گفت فوند آن مبلغ‌هایی که از سوی صاحبکاران غیر مقصدناک استفاده شدند بازپس طلب می‌کند. او گفت یعنی وقتی که غیر مقصدناک است وای باید مبلغ بودجتی که هست از این رو باید وای مبلغ مقصدناک استفاده برده مبلغ رو برگرداند. در حالت غیر مقصدناک استفاده شدن مبلغ و اجرای عهده‌داری‌های شرطنامه قرضش رو عملی نمی‌گرداند از این سو و وظیفه‌دار می‌شود که مبلغ رو برگرداند. در حالت برنگشتن با مقامات دستور مراجعه کرده می‌شود. فوند دستگیری صاحبکاری در تاجیکستان در شرایط عمل می‌کند که میزان بهره قرض‌های بانکی در کشور خیلی بالا است. صاحبکاران در پیدا کردن مبلغ‌های قرضی با فایزهای دسترس به مشکل دچار می‌شوند. سلیمان صفویف صاحبکار تاجیک در ولایت ختلان یکی از آنهاست. او تلاش دارد برای رواج کارش که پرورش سبزیجات در گرمخانه ها است مبلغ دریافت کند، اما او در یک صحبت با رادیو آزادی گفت فایز قرضهای بانک تا حد بلند است که او برای قرضگیری حتی جرأت نکرد و افزود چونکه تا امروز هم چند بانک ها هستن که میخوان که ما با همونا و مقصد همکاری کنیم واسه خیلی متاسفانه کار نکرده خط یگانتش اگر که پس باشه با خوبتر میشه که صاحبکار میتونه که فایده بیشتر به دست بیاره. موضوع گران بودن فایز قرضها 2 هفته قبل در مجلس نمایندگان هم مایه بحث گرمی رئیس بانک ملی و وکیلان شد. در توصیف فایز قرضهای بانک‌های کشور وکیل سعید جعفر عثمانوف رئیس حزب دموکرات گفت قرضهای بانک‌های تاجیکستان با چنین فایزها تنها برای نرکوباران‌های مکزیک موافق می‌آید. عین زمان بهره قرض‌های استعمالی در بانک‌های تاجیکستان به 36-38% می‌رسد. برای تا حد آسان کردن مشکل صاحبکاران در تاجیکستان، بانک آسیای رشد به دولت تاجیکستان توصیه داد که یک فوند مالیوی تأسیس بدهد که توسط آن صاحبکاران به قرض‌های امتیازدار دسترسی پیدا کنند. محض به همین خاطر حکومت تاجیکستان سال 2014 فوند دستگیری صاحبکاری را تأسیس داد. امسال از بودجه کشور به این فوند 203 میلیون سومانی مبلغ جدا شده است. تا به حال 125 شرکت و صاحبکار از این فوند بیش از 110 میلیون سومانی قرض دریافت کردند. ضمناً پس از ماجرای برگرداندن 171 میلیون سومانی مبلغ جمعیت سهامی نیروگاه راغون که وزارت مالیه به شرکت امید 88 داده بود، این وزارت نظارت مبلغ‌های بودجه را که صاحبکاران گرفتند تشدید کرده است.